منابع نزدیک به مقامات امنیتی تاجیکستان از بازداشت 10 نفر با اتهام آمادگی به انجام حمله تروریستی در روزهای عید نوروز خبر می‌دهند. هفته گذشته خبرگزاری‌ها از جمله ریترز، آزیا پلوس و ریا نووستی از بازداشت 9 ساکن وحدت و 6 ساکن دوشنبه خبر دادند. مقامات تا کنون به طور رسمی این مسئله را یگان بار شرح ندادند، ولی روز 2 اپریل سال 2024 یک منبع در مقامات قدرتی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی خبر داده است که در عموم با گمان آمادگی به انجام حمله تروریستی از جانب ماموران کمیته دولتی امنیت ملی حلقه حدود 20 نفر دستگیر شدند و در بین آنها ساکنان شهر وحدت، روغون و نورک هستند. قبلا یک منبع دیگر به این رسانه گفته بود که در بین دستگیر شدگان 9 بالغان نیز هستند. به گفته منبع اخیر این افراد را در عرفه عید نوروز دستگیر کردند. قصد گروه این بود است که به جشن اساسی نوروز در شهر دوشنبه حمله کنند و تا حد امکان شخصان بیشتر را به قتل رسانند. جشن اساسی روز 24 مارس باید برگزار میشد، اما برای این حادثه یک روز به قفا پرتافته شد. بعد از گرفتن خبر درباره قصد حمله، نیروهای ویژه کمیته امنیت ملی و وزارت کارهای داخله 2-3 روز میدان استقلال را زیر نظارت گرفتند. بعد از آن که گمانبران بازداشت و خوف برطرف شد، جشن را گذرانیدند، گفته است این منبع. او افزود که تفتیشات پرونده را کمیته امنیت ملی در هماهنگی با دادستانی کل پیش برده ایستادند و مفتشان از جمله تلاش دارند که تا کجا با عاملان حمله به تالار کروکوسیتیخول در شهر کراسنگورسک روسیه رابطه داشتن دستگیر شدگان را تحقیق کنند. یک روز قبل یک منبع ریا نووستی گفت که تا کنون در مورد ارتباط دستگیر شده و در تاجیکستان با عاملان حمله خونین روز 22 مارس در کنار شهر مسکو یگان دلیل به دست نآمده است. جشن اساسی با کرنوال نوروزی در دوشنبه در اول قرار بود که روز 22 مارس دایر شود، ولی اول به دلیل آب و هوای نامساعد این جشن به روز 24 مارس و سپس به 25 مارس قفا پرتافته شد. اون وقت برخی منابع گفتند که سبب بار دوم به تأخیر انداختن جشن شاید این باشد که 24 مارس در روسیه به یاد قربانیان حمله کراسنگورسک روز ماتم ملی اعلام شده است. تفتیش خبر بازداشت 10 نفر و ادعاهای پیشگیری از قصد حمله تروریستی در دوشنبه توسط منابع مستقل امکان ندارد. حامیان حقوق و مخالفین مقامات امنیتی و حفظ حقوق تاجیکستان را بسیار وقت به پرونده سازی و اتهام بافی با هدف از بودش بزرگتر نشان دادن نتیجه کارشان گناهکار میکنند و میگویند چون این پرونده های بافته نه فقط در عرصه تعقیب مخالفین سیاسی حکومت بلکه در عرصه مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم نیز خیلی زیاد است.